دوستان عزیز، همراهای عزیزم، اینجا یه روستا هست سمت قائمشهر کیوکلا، فکر کنم اسمش دیوکلا هستش و این روستا ورودی خیلی قشنگی داره. تمام ساختمونا رو گرفتن، دیواراشو به یک شکل طراحی کردن و خیلی تمیز جدول بندی شده. یه زیبایی خاصی به این روستا داده. من امروز اینجا میگذشتم، گفتم خب یک فیلم هم واسه شما بگیرم و با اینجا آشنا بشید. عزیزای من، دیوارای روستا رو همه رو به شکل کاهگل درست کردن و روستا رو جدول بندی کردن و گویا اینجا هم حسینیه روستاست که همینطور که میبینید خیلی زیباست و این دیوارا همه به یه شکل، جدول، دیوار، کوچه و جالبش اینجاست که هیچ نوع زباله‌ای اینجا پیدا نمی‌کنی. یه زیبایی خاصی داره این روستا که خیلی قشنگه.